طلاق توافقی. تصور کن دو نفر تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. آیا با یه امضای ساده همه چیز تموم میشه یا پشت اون امضا ده‌ها تصمیم مهم پنهان؟ سلام، من مهدی علیجانی هستم، وکیل پایه دادگستری و توی این کانال مسائل حقوقی رو ساده، واقعی و کاربردی آموزش میدم تا بتونی انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشی. طلاق توافقی همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی زن و مرد با توافق کامل بدون دعوا و مشاجره به زندگی مشترکشون پایان میدن. اما این فقط یه امضا نیست، پشتش توافق‌های مهمی وجود داره که باید روشن بشه. یک، مهریه، پرداخت بشه، بخشیده بشه یا پرداختش به آینده موکول میشه. دو، نفقه، تکلیف نفقه گذشته و آینده چیه؟ چقدره؟ چطور و تا کی باید پرداخت بشه؟ سه، حضانت فرزندان. اگه بچه‌ای در میون باشه، حضانتش با کیه؟ تا چه سنی و هزینه‌های بچه‌ها رو کی قراره پرداخت کنه؟ چهار، جهیزیه، نزد شوهره، باید برگرده به زن یا تقسیم بشه بین طرفین. و پنج، اموال مشترک، چطور بینشون تقسیم بشه و نحوه تقسیم اون به چه صورت باشه. دادگاه در طلاق توافقی فقط نقش ناظر رو داره، نه تصمیم گیرنده. یعنی بررسی میکنه که همه چیز قانونی باشه و حق هیچ کدوم از طرفین ضایع نشه. به همین دلیل مشاوره اجباری بهزیستی الزامی شده تا از تصمیم‌های عجولانه جلوگیری کنه و شاید فرصتی برای بازگشت به زندگی مشترک ایجاد بشه. نتیجه، طلاق توافقی سریعتر، کم هزینه‌تر و با آرامش بیشتری پیش میره، نه مثل جنگ‌های حقوقی طولانی و فرسایشی. این یعنی قدرت توافق دو نفر برای انتخاب مسیر زندگیشون. پس اگه در موقعیت مشابهی هستی، قبل از هر کاری با یه وکیل مشورت کن و در تنظیم توافقنامه نهایت دقت رو به خرج بده تا بعداً به مشکلی برنخوری. در ویدیوهای بعدی جزئیات تنظیم توافقنامه رو بررسی می‌کنیم.